سلام علیکم تیمور احمد در رشته گوشتی جدا مخلصی رو مخلصی میکنه بیشتر و من وقتی خورد بودم از گویم 10-11 ساله بودم اولین مرتبه گوشتینگی بیرون از کشور ورزشگری فرانسوی که تدی رینر با او چخل گویم مخلصی میکردیم و با او نیز ما در چندین مسابقه در چندین وا خوردیم و ما با او نیز کمتر هم باشد صحبت میکنیم. اول مخلصی میکردم و حاضر باشد پیروی و عین حال یکی از حریفانی سرسخت خودم هست، زیرا با او ما میتوانیم در مسابقه‌ای که در پیش است شاید در